سلام بینندگان گرامی، امروز دوشنبه 3 آگوست ساعت به وقت پراگ 10. حالا فرصت نشریه سرخط خبرها فرا رسید. من میرزا نبی خالقزاده هستم و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین خبرهای مهم تاجیکستان و جهان آشنا می سازم. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک صحبت تلفنی مسئله برقرار کردن پروازهای بین المللی را میان دو کشور بررسی کردند. این صحبت روز 1 آگوست در دایر شده است. در این باره خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان اطلاع می‌دهد. در رابطه با برقرار کردن پروازهای منتظم بین المللی، دفتر مطبوعات می‌نویسد سران کشورها آمادگی خود را جهتی در آینده نزدیک از نو به راه ماندن پروازهای منتظم را بین دو کشور تاکید کردند. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، جانب‌ها همچنین اطراف روند نگران کننده پنجشنبه پاندمی کووید 19 در سطح جهانی تبادل نظر کردند. در این ضمن امامعلی رحمان به مردم شریف ترکیه، نزدیکان و پیوندان قربانیان این بیماری همگیر همدردی عمیق بیان نموده به بیمارانی که گرفتار آن میباشند شفای هرچه زودتر آرزو کرده است. یک سرباز 22 ساله وزارت دفاع تاجیکستان هنگام خدمت از زخم تیری سلاح جان باخته است. جسد رمضان زایروف را هفته گذشته به والدانش داده گفتند او هنگام بازی با سلاح ناگهان به خود تیر زد و در راه به بیمارستان حربی ففتید. رمضان زایروف را سال گذشته به عسکری بردند و او در قسم نظامی 87740 وزارت دفاع در حدود ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان خدمت میکرد. قیامالدین زایروف پدر سرباز ففتیده و ساکن دهه آزادی زنان ناحیه رودکی روز 1 آگوست به رادیو آزادی گفت به نقل سردار قسم نظامی گویا پسرش در دیدبانگاه از بی احتیاطی به قفای سینه‌اش تیر زده است، اما او شبهه دارد. معلوم است که وی خودش را نپرانده است، میگوید پدرش. مسئولان دفتر مطبوعات وزارت دفاع تاجیکستان گفتند مرگ سرباز رمضان زایروف همه جانبه مورد تحقیق قرار دارد و پس از انجام تفتیشات دادستانی حربی سبب اصلی معلوم کرده خواهد شد. خانواده سرباز هم میگویند جانبدار تحقیق موشکافانه مرگ فرزندانشان هستند. آنها میگویند جسد را از چند طرف به نوار گرفتند و در صورت ضرورت میتوانند به مقامات پیشنهاد کنند. بار اول نیست که خبری هلاکت یک سرباز در قسم حربی رسانه‌ای می شود. در گذشته نیز در بعضی از قسم‌های نظامی تیرپرانی باعث به مرگ سربازان و افسران شده بود، اما مقامات اکثر این حادثه را تصادفی گفتند. زفقزاده زفق امین وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید تاثیر بحران پاندمی کرونا ویروس به اقتصاد تاجیکستان بی سابقه بوده، به تمام بخش‌های اقتصاد کشور تاثیر منفی گذاشته است و برای رفع بحران کشور به 650 میلیون دلار تاجیکستان نیاز دارد. جناب زفقزاده امروز 3 آگوست هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت تا حال ضرر پاندمی کووید 19 به بخش‌های اقتصادی کشور که مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهند 2 میلیارد سامانه حساب شده است. و قبل وزیر در نیم ساله رشد مجموع محصولات داخلی 3.5% را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 4 بند فایزی کم است. وزیری رشد اقتصاد و سودا افزود گفتگوهایشان برای سازمان‌های مالی جهانی ادامه دارد و قبل وی 450 میلیون دلاری که جلب آن از نهادهای مالی بین المللی پیش بینی شده است تا حال تنها 260 میلیونش دسترس شده است. در مجموع و قبل وزیر برای رفع تاثیر بحران کرونا ویروس تاجیکستان به 650 میلیون دلار نیاز دارد. زفقزاده تاکید نمود که این مبلغ پیش بینی شده به نظر داشته موج دوم پاندمی صورت گرفته است و با نظر داشته وضعیت و تاثیر کرونا ویروس به شریکان اقتصادی چنین رقم ها میتونه تغییر یابد. او گفت امیدی کلان داریم مبلغ پیش بینی شده جلب می شود. تاجیکستان برای اجرای طرح‌های ساختمانیش منتظر آمدن متخصصان چینی است. برای آغاز راه اندازی کارها در چندی از لایحه‌ها قرار است 250 نفر متخصصان چین به تاجیکستان آیند. بنا به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودا نیمه ماه ایول سال روان واخوری مسئولان با سفیر چین دایره گردیده در آن مسائل مربوط به تیزانیدن کارهای ساختمان در دایره لایحه بنای نو پارلمان و مجمع حکومت تاجیکستان مرحله سیوم لایحه تعمیر و نوسازی راههای داخلی شهری باختر کولاب قطعه راه کولاب مومن آباد و آمادگی به مرحله دوم لایحه ساختمان راه اتومبیلگرد دوشنبه قلمه قطعه قلعه خم ونج بررسی شدند.
سفیر چین اظهار داشت که در پاسخ به درخواست حکومت تاجیکستان جانب چین اول ماه اوگوست سفربری 250 متخصصانش را با پرواز اولین جهت آغاز کارهای ساختمان در طرح‌های ذکر گردیده به نقشه گرفته است و اعتقاد کرد که سفربری متخصصان در دیگر لایه‌ها با پروازهای علاوه‌ای از چین پیش بینی می‌شود. در آستانه انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان برای خودگیری اهالی برگزار خواهد شد. حاکم بیگ نکهتزاده سردار نمایندگی آژانسی آمار در ولایت سوخت آخر هفته گذشته گفت این معرکه از 1 تا 15 اکتبر امسال صورت خواهد گرفت. در آن روزها کارمندان آژانسی آمار یک جا با نمایندگان نهادهای دیگری اهالی و منزل‌ها را بر روی خط می‌گیرند. بار اول به سوالنامه پیروی ساکنان از دین هم داخل کرده شده است، چیزی که در پرسشنامه‌های پیشین نبود. حاکم بیگ نکهتزاده میگوید در قدم اول منزل ساکنان دههای کلن را در ولایت سوخت رقم گذاری کردند. این گونه شمارش در تاجیکستان معمولا در 10 سال یک بار جریان میگیرد. بجز این آژانسی آمار هر سال اهالی کشور را می شمارد و بنا به اطلاع این نهاد در ماه ینور امسال شماری اهالی تاجیکستان بیش از 9,300,000 نفر بوده است. وزارت اطلاعات امنیت ایران خبری رسانه‌های این کشور را در مورد بازداشت جمشید شارمهد در تاجیکستان و سپس انتقال او به ایران را رد کرد. بعضی از رسانه‌های ایرانی پس از بازداشت جمشید شارمهد که تهران او را رهبر گروه توندر می‌داند نوشته است او در تاجیکستان بازداشت شده است. نظر مقامات دوشنبه در این رابطه هنوز روشن نیست. در بیانیه دفتر مطبوعات وزارت اطلاعاتی ایران آمده است که هر گونه گمانزنی‌های مطرح شده در رسانه‌ها درباره شیوه بازداشت جمشید شارمهد تکذیب می‌شود. وزارت اطلاعاتی ایران همچنین با خبرها درباره بازداشت رهبر گروه توندر در تاجیکستان اشاره کرده و گفته است که این خبر را شدیداً رد می‌کند. روزنامه جوان مربوط به سپاه پاسداران 2 روز پیش نوشت که جمشید شارمهد روز 31 ایول در تاجیکستان بازداشت و بعداً به ایران انتقال داده شد. جمشید شارمهد رهبر گروه توندر است که مقامات ایران او را تروریست و در دهها ترکش و قتل و کشتار گمانبر می‌دانند. در نتیجه یک حمله تروریستی گروه دهشت‌افکن داعش در ولایت شرقی ننگرهار افغانستان 21 تن کشته و 10 نفر مجروح گشتند. جنگجویان شام 2 اوگوست ماشین سرشار از مواد ترکنده را در نزدیکی محبس شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار ترکانیدند. در پی آن برخورد چند ساعته با نیروهای امنیتی جای داشت. خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد میگوید که تیرپرانی شب گذشته دوام داشت. به قول عطاالله هوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار در برخورد 3 جنگجو کشته شدند. به گفته منصبداران از 50 تا 100 محبوس در این روند زندان را ترک کردند، ولی شمار زیادی از آنها دوباره دستگیر شدند. در زندان جلال آباد تخمینا 1700 محبوس از جمله طالبان جنگجوی، جنگجویان داعش و جنایتکاران دیگر نگهداری می‌شوند. داعش در نشریه خود با نام اعماق مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. یک روز پیش از این همه پیشوای داعش در افغانستان اسدالله آرکزی کشته شد. کشته شدن یک رهبر داعش در حالی است که میان گروه طالبان و دولت افغانستان برای تجلیل عید قربان آتشبس 3 روزه اعلان شده بود. در افغانستان سالها باز میان دولت و گروه طالبان که آن را مخالفین نیز مینامند جنگ ادامه دارد. گروه داعش هم با طالبان و هم با نیروهای دولت افغانستان مشکل دارد. پیشتر سازمان ملل متحد از فعال شدن گروه دولت اسلامی در افغانستان گزارش داده بود. این گروه سال 2014 در حدود عراق و سوریه قلمروی را زیر نظر درآورده و خلافت اعلام کرد. پس از شکست در سوریه و عراق این گروه بیشتر در افغانستان فعال شده است. با این بینندگان ارجمند ما هر لحظه خبر و حادثه‌های تاجیکستان و جهان را پیگیری می‌کنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. برنامه اخبار آزادی ساعت 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مستقیم نشر می‌شود و ثبتش را می‌توانید آنجا ببینید و ما منتظر هستیم که شما نیز گزارش و خبر و عکس و نواری اگر دارید برای ما بفرستانید. خدا نگهبان شما.